سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید برای دوام و بهبود روابط افغانستان و ترکیه متحد است و از تلاش‌های انقره در پروسه صلح افغانستان استقبال می‌کند و امروز اعتمادنامه جهان آرگین سفیر جدید ترکیه را پذیرفت. امریکا و ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. گزارشات می‌رساند که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. مولوی رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از خاک کشور را دارد و هیچ کسی نمیتواند از راه زور حکومت را بگیرد. امریکا میگوید با ارزش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی‌اش را به افغانستان انتقال داده است. مقامات بلندرتبه نظامی این کشور گفته است 20% اساکرشان نیز از افغانستان خارج شدند. و محمود خان اچکزی رئیس حزب ملی پختونخوا گفته است اگر کشورهای همسایه مداخله در امور افغانستان را بس نکنند آتش جنگ دامنگیرشان خواهد شد و از ملل متحد خواسته تا نقش کشورهای همسایه در جنگ افغانستان را نظرانداز نکنند.